آقا داماد چند سالگی داری زن میگیری؟ 29 سالگی. شغل چیه؟ مهندس عمرانم. چقدر تا الان تقریبا هزینت شده بدون پیش پول خونه و اینا؟ حدود 1 تا 1,200-300. با آرایشگاه و لباس عروس و همه چی. تقریبا پول تالار چقدر دادی؟ حدود 600 میلیون تومان. چند تا مهمون؟ 270-80 تا مهمون. چند نوع غذا؟ یه منو سلف سرویس نرمال. چند تا مهریه؟ 14 تا سکه. جدی میگی؟ بله. 14 تا؟ خدایی خوبه ولی البته تنصیف اموالم داریم. بله. ولی 14 تا باز معقوله. داماد قبلی 1400 تا بود. اگه برگردی عقب دوباره زن میگیری؟ اگه برگردم عقب خانوممو ببینم قطعا. اگه خانومتو نبینی چی نمیگیری؟ خیر. قصد ادامه تحصیل دارم. حتی الان اینجا هیچی نمیتونی بگی. من این فیلم رو قراره پستش کنم دیگه اون موقع قصد ادامه تحصیل دارم. اگه خانوممو نبینم ازدواج نمیکنم. موهاتم که کلا کم پشت بود، ما واسط مو اضافه کردیم. اوکی همه چی عالی شد. اصلا از این رو به اون رو شده. خودم هم فکرشو نمی‌کردم که انقدر خوب بشه، ولی عالی و بی‌نظیر شد. عزیز منی، خیلی خوشبخت بشی. قربون شما. خیلی ممنون از زحمات تیم خوبتون. عزیز من، دورت بگردم. برو به سلامت. مرسی.